خبر خوش برای علاقمندان تحصیل در تایلند. اگر شما علاقمند تحصیل در تایلند هستین، یک فرصت بسیار خوب و با ورسی کامل از طرف انستیتوت بین المللی تکنولوژی سرندورن یا به صورت مخفف SIIT ارائه میشه در بخش‌های یا مقطع ماستری و دکترا در رشته‌های مختلف یا موضوعات مختلف از جمله سیویل انجینیرینگ، الکتریکال انجینیرینگ، کامپیوتر ساینس و کامپیوتر انجینیرینگ و بخش های مختلف دیگه با بورسی کامل ارائه میشه که مصارف کامل شما را از قبیل فیس دانشگاه، مصارف سفر شما، مصارف ماهانه زندگی شما تا 10,000 بات تایلندی، چنان مصارف ویزا و مصارف امتحان زبان انگلیسی و همچنان بیمه صحی را پرداخت میکنه. سند زبان انگلیسی میخواد، درس‌ها به انگلیسی هست ولی خیلی نمرات بالا نمیخواد. مثلا IBT بالاتر از 32 که باشه کفایت میکنه یا حداقل مقدارش که 32 یا 33 هست. پس اگر شما علاقه‌مند فرصت عالی هستین میتونین که در این فرصت ثبت نام بکنین و این فرصت رو با دوستان خود نیز شریک بسازین تا بتونه از این فرصت عالی بهره مند شوه و در این فرصت ثبت نام بکنه. انشالله که شما هم ثبت نام بکنین و کامیاب و موفق و سربلند.